خاله جان خوب هستی؟ شکر نباشی. باش که یکی از دوستا با ما تماس گرفت گفت یک خاله هستم اینجا باشم اگر بیاید شما مصاحبه بگیری چون در کمک نیاز دارم ما آمدیم از نزدیک شما رو ببینیم. خب کنیم. خاله جان چی مشکل داره شما؟ مشکل ما زیاد است. بخیر باشن بچه دارم بیکار خانه کرایی بی باز خواست اینجا بچه تون کار نمیکنه چه وظیفه نداره؟ بچه دیگه نه بیکار است. بیکار است عرصه شد؟ اون دیگه ایش که هیچ کاری مدد نبره از تو کرای خانه مشکلات زیاد است. خودتون مریض هم هستی؟ یک دست و یک پایم فعال است. برامون تا سرک مارکن باید که لای شدم پس آمدم جا افتادم. با جای تدایی کردی؟ تداوی کردم جور نشد. جور نشد؟ تو یک وقت تداوی کردم و وقت مردکی من که زن گره با مرا کشید از خانه در پیش از می افتاد. شوهرتان دیگه زن گرفت؟ آه. با شما چرا از خانه کشید؟ شد هستی برای برو هسته که میری برو. در جای شفاخانه شخصی تدایی کردی؟ نه. چرا تدایی نکردی؟ آسی تداوی با مفت کسی میکنه تداوی. از جای برتان کمک نشده؟ نه. دیگه خانه از خودتان است یا کرا میتی؟ نه از مردم است. کرایی است. کرایی است. باز چرا کرا میتی خاله جان؟ 3000 کرا میتم. باز بچه تانم بیکار است باز چطور میشه کرای خانه؟ از دیگه یک روز بازاری یک روز با گذاشته ایم دیگه با کتاک پیسه پیدا شد. که یک مسلمان از کمک هم دست ما شد با میتی. بدون از وی نمیتا هستیم دیگه. با خرچ خانه تان خاله جان چطور میکنی؟ خرچ خانه دیگه بچه یک نفاسی میره بوتل جمع میکنه. شهر میده. من گه سیرگه گوشنه هستیم دیگه چکن. او یه دست چطور میکنی؟ یک سنمی دختر آگه آمدن یک پینجای در دستم دادن سر. چند روز بعد دوام میگیرم چند روز با بی دواستم بی باز خواسته دیگه تا بمرم یا زنده میگونیم اونو بینده های که بینده هستن اگر هرچی از توانشون بودم به شما کمک کرد ما به شما شریک میسازیمش. زنده باشه خیر باشه. این بچه که کار میکنه به چی خورد؟ نواسیم بوتل جمع کو در در سه مریم احتیاجی کاغذ جمع کو امروز ما دیگه چی کنیم خدا از دربارش بتر میشه با خاله جان بیشتر به چی نیاز داری شما؟ این دوای من با خرچ خوراک این کرای خانه دیگه چی باشه نه پدر از نه بیادر از نه اولادا بیکار خودم در خانه کرایی گردم شاید بی دوا بی درمان. که بتونم از دستشان دارم بهتون کمک کنم یک مطلب از طرف من که دوای چیز کنم